تغییرات گسترده در مشاغل برای 10 سال آینده توی ایران. از الان به فکر آینده باش. سلام دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. من علی هستم، اینجا چنل گلدماین هستش و خیلی خوش اومدیم به این ویدیو عزیزان. توی این ویدیو قرار هستش که در رابطه با یک موضوعی در خصوص کسب و کارها با همدیگه صحبت بکنیم که به نظرم بسیار مهم هستش و میتونه که در آینده خود ما و در آینده فرزندان ما تأثیر بسیار زیادی داشته باشه. اما موضوع از چه قراری هستش؟ چند روز پیش داشتم یه ویدیویی رو از آقای دکتر نیلی مشاهده می‌کردم. احتمالاً حالا بعضی از دوستان ایشون رو میشناسن. جناب آقای دکتر نیلی یکی از اقتصاددان‌های برجسته کشورمون هستش که توی حالا فکر می‌کنم یه برنامه‌ای داشتن در خصوص آینده پژوهی مشاغل در کشورمون صحبت می‌کردن. یه مطلب خیلی جالبی رو ایشون اومدن و بهش اشاره کردن و اون این بود که برای 10 سال آینده، یعنی سال 1410، پیش بینی ایشون این بود که به احتمال زیاد با توجه به مؤلفه های جمعیتی و شرایطی که توی کشور حاکم شده، یه زوج 2 نفره، یعنی یه زوجی که برای مثال 30 سال 40 سال سنشون هستش، میان و باید سرپرستی 4 نفر دیگر رو هم به عهده بگیرن، سرپرستی پدر و مادرهای خودشون رو. چون الان خدمتتون باید عرض بکنم که از 15 سال پیش یه سیاست هایی در کشور اجرا شد و کلن شرایط جامعه به سمتی رفتش که تک فرزندی در جامعه باب شده. الان برای 10 سال آینده پیش بینی میشه که همین تک فرزندها باید بیان و مراقبت هایی رو از پدر و مادرهای خودشون انجام بدن. خب طبیعی هستش که نه به لحاظ زمانی، نه به لحاظ ساختاری، نه به لحاظ مالی توانایی این کار رو فکر میکنم که نخواهند داشت. اینجا یک سری فرصت هایی به وجود میاد و یک سری تهدیدهایی. این حالا موضوع باعث شد که من بیام و در این ویدیو در این رابطه با شما عزیزان صحبت بکنم و رفتم بررسی کردم. ارزان خدمتتون که دیتاهایی که مرکز آمار داره الان منتشر میکنه، ببینید الان برآورد جمعیت کشور ما یه چیزی هولوش 86 میلیون نفر هستش و اگر بر همین اساس بیایم و یه نگاهی داشته باشیم به شاخص ارزان خدمتتون که بازار کار در فصل پاییز سال 1403، میبینیم که از جمعیت 15 ساله و بیشتر کشورمون که هولوش 65 میلیون نفرش رو تشکیل میده، نرخ مشارکت اقتصادی ما یه چیزی هولوش 41% هستش. یعنی از این 65 میلیون نفری که جمعیت 15 ساله و بیشتر کشور رو تشکیل میدن، فقط 41% در نرخ مشارکت اقتصادی ما فعال هستند. هولوش 58% غیر فعال هستند، حالا به دلایل مختلفی مثل بازنشستگی. من صحبتم روی این جمعیت غیر فعال کشور هستش که روز به روز داره بیشتر میشه و از اون ور امکاناتی که بالاخره صندوق‌های بازنشستگی کشور و حالا معروف‌ترینش همین بیمه تامین اجتماعی هستش که شما عزیزان میشناسید، امکانات بسیار محدودی رو دارن براشون فراهم میکنن. خب این شرایط اگر با این منوال بخواد پیش بره، برای حداقل پیش بینی خود من این هستش که برای 5 سال آینده یه بحرانی در صندوق‌های بازنشستگی کشور به وجود خواهد اومد. پس اینجا گفتم یک سری فرصت‌ها به وجود میاد، یک سری تهدیدها و کسی در این معامله برنده هستش که این فرصت‌ها و این تهدیدها رو به درستی بشناسه. فکر میکنم تا حدودی مطلب رو گرفتین که میخوام در رابطه با چی صحبت بکنم. ببین عزیزان من، برای 10 سال آینده به احتمال زیاد یک سری مشاغل از بین خواهند رفت و یک سری مشاغل جایگزین اونها خواهند شد. پس ضروری هستش که شما حداقل این مشاغل رو تا حدودی بشناسید تا اولا فرزندان خودتون رو درست راهنمایی بکنید
بکنید. بالاخره عمده دوستانی که با ما همراه هستن جوان هستن و به احتمال زیاد دور و برشون کسانی هستن که در مسیر انتخاب رشته حرکت خواهند کرد. بد نیستش که حالا یک ذهنیتی از این ویدیو داشته باشید. و موضوع بعدی مشاغلی هستش که در طی سالهای آینده از بین خواهد رفت. خب در این بین 2 مقاله رو مجمع جهانی اقتصاد اومده و منتشر کرده و 10 شغلی که در سالهای آینده رشد خواهند کرد و 10 شغلی که در سالهای آینده میتونیم بگیم که احتمالاً کاهش پیدا خواهند کرد و برای ما مشخص کرده. من ابتدا اون 10 شغلی که به احتمال زیاد در 10 سال آینده تقاضای کمی خواهند داشت رو خدمتتون عرض میکنم. 1. کارمند خدمات پستی به احتمال زیاد جزء مشاغلی خواهند بود که تقاضا براشون کم خواهد بود. چون حالا زیاد هستم من تیتروار میخونم، حالا شما میتونین که یادداشت برداری بکنین یا حالا هر جور که صلاح هستش. پس 10 شغلی که برای 10 سال آینده مجمع جهانی اقتصاد پیش بینی کرده که در اثر هوش مصنوعی و نرخ حالا رشد جمعیت تقاضا براشون کم هستش. 1. کارمندان خدمات پستی. 2. متصدیان صندوق‌های بانکی. 3. صندوقداران فروشگاه‌ها. 4. دستیاران اداری. 5. فعالین صنعت چاپ. 6. حسابداران و حسابرسان. 7. کارمندهای انبارها و موجودی کالا. 8. متصدیان حمل و نقل اتوبوس و قطارها. 9. فروشندگان حضوری فروشگاه‌ها. 10. طراحان گرافیک. اینا 10 شغلی هستن که مجمع جهانی اقتصاد پیش بینی کرده که در 10 سال آینده تقاضا براشون کم باشه. اما نکته مشترکی که بین این 10 شغل وجود داره اگر دقت بکنید تکرار پذیری هستش. پس هر کاری که تکرار پذیری داشته باشه، نوآوری در اون کم باشه، به احتمال زیاد هوش مصنوعی برای سالهای آینده میتونه جای اون رو پر بکنه. اما بریم سراغ 10 شغلی که میتونه بیشترین رشد رو داشته باشه. من فقط تیترشون رو خدمتتون میخونم. 1. متخصص هوش مصنوعی. 2. متخصص اینترنت اشیا. 3. مهندسین خودروهای برقی. 4. معلمان دانشگاهی و دوره متوسطه. 5. مشاوران اجتماعی حالا توی زمینه‌های مختلف. 6. مهندسان انرژی‌های تجدیدپذیر. 7. رانندگان وسایل سبک نقلیه. 8. مهندسین کشاورزی. 9. متخصصین داده. 10. پرستاران. اینا مشاغلی هستش که احتمالاً برای 10 سال آینده با تقاضا میتونه مواجه باشه. حالا شما اینا رو بیاید و ایرانیزه بکنید. به نظر میرسه که برای کشور خودمون در 10 سال آینده اموری که مرتبط باشه با سالمندان میتونه رشد رو تجربه بکنه. حالا مثل پرستاری، مثل مراکز مراقبت کودک و سالمندان، مثل حالا تجهیزات مرتبط با مهندسی پزشکی. اینا میتونه مشاغلی باشه که جا داشته باشه برای رشد. و حالا مشاغل دیگه‌ای که میتونه در این زمینه وجود داشته باشه. حتما دوست دارم که نظرات خودتون رو در رابطه با این موضوعات برام بنویسین و حتما بگین که به نظر شما در 10 سال آینده چه مشاغلی میتونه رشد رو تجربه بکنه و چه مشاغلی از بین خواهد رفت. یه مثال رو خدمتتون عرض بکنم. بافندگان فرش دستبافت جزو مشاغلی خواهند بود که به نظرم دیگه در طی 5 سال آینده کلا از رده خارج میشن. اوکی، نمیگم که کلا نابود میشن، اما دیگه اون طیف گسترده ای از مردم سمت این صنعت نخواهند رفت. چرا؟ چون تقاضا براش بسیار کم خواهد بود. گرونی مصالح ارزان که بافتنی این صنعت و حالا موارد دیگه‌ای که وجود داره مثل ارزان که تجهیزات و فناوری‌های جدیدی که در این صنعت به وجود اومده. حتما شما هم بنویسین برامون که به نظر شما در 10 سال آینده چه مشاغلی میتونه رشد داشته باشه و چه مشاغلی میتونه که افت داشته باشه. امیدوار هستم که از مطالب این ویدیو استفاده لازم رو برده باشین. اگر واسهتون مفید بود
حتما ویدیو رو لایک بکنین تا عزیزان بیشتری بتونن از این ویدیو دیدن بکنن و هر انتقاد و پیشنهاد و تحلیلی هم داشتین حتما توی کامنت ها برامون بنویسین. دوستان چنل گلدماین ما چنل جدیدی هستش، اگر دوست داشتین ازمون حمایت بکنین، چنل رو سابسکرایب بکنین و این ویدیو رو هم لایک بکنید. دمتون گرم دوستان.